سلام دوستان، نزد وقتتون بخیر. امید که جور صحت سلامت باشین. دوستای عزیز حتما حمایتمان بکنین، کانال ما را سابسکرایب بکنین، ویدیو ما را تا آخر هم حتما ببینین. چه رقم است عبدالله بابا؟ فوق‌العاده است. یا بابای بارو اینجا گردنگر فوق‌العاده است. فوق‌العاده است. خرید چند خم میگیریم جای خم اینا باید بخوریم. خرید خم هم یه کم بود. نمی‌زدم. خم نمی‌خم بود. نمیخوام بم چی میشه؟ خرید آل بزرگ بود و آن بینم. آمدیم و کمره کش بگی کمره کش. کمره پاس کمره کش. بزرگ بود آمدیم بیاد خم. سرای دخلی فیلم میگی فقط تا فیلم سا منظم میگیریم. آه فیلم منظم که درا نشون بده که داخل آب و هوای وطن است. تو نه مسیر سر کردیم در درا که بالاخره رو بند شد. آمدیم تو بیا بدن اینجا. آوی درای کافرجو بساوی لکساس. ای تاوس کی فقط یگان زنگ نمی سنگی نداره. آه میتونه برمودم. خواه با شرط موزه داشته باشی. نه که رشت خیلی ساحه است. چکری بود که امروز ارباب جنگ اومدیم طرف درای کافرجو دیگه خواستیم یک تارون خری کنیم. متاسفانه که تارون هم خیلی بالا و نه تارون نزدیک هم. رفتن هم با او بالا را یک ساعت طول میکشه تا اینکه ای نمونه هم کلان تارون هم. به تارون برسیم. اینا فام ساک پای لکسن. بخیر میریم در جون تارون. این همینجاست که عبدالله سر که بریم در جون تارون. سر که دیگه میاریم نه پام باز برمت بسیار. ها چطور بوده با هوا؟ یکی بسیار یک هوای فوق‌العاده، هوای زیبا خوب باش. ببینید که دیگه بسیار یک فضای اساس است. این حال بخیر رفته شدیم در جون تارون که یک تارون بخوریم بخیر در دره. اینا میرم بخیر در جون تارون ها. ما می‌دونیم قسمت تارون ها رو
بگی که اینا بخیر در جای تون رسیدیم. ام شبی یک کیسه موشه بدیم جوز بگیریم. با خدا این قسمتش پس چپ نه؟ نه. ترمانه میگی؟ نه بخدا. ترمانه ان شاء الله. ترمانه بسیار محکم است تیز. نه چپا نمیشه برو بگم برو. اینا بخیر قسمتی تارونچینی هم شروع شد. امردین صبردین به شدت تارون چینده ایستادن. تارون هم است، تارونی گردنگه. دوستای عزیز کاملا جای شما خالی است. معلوم شده این تارونی گردنگه. این در جریان هستین میبینین که وقتی تارونی گردنگه است. اما خوب شب چینین. او قسمت هر بگی صبر دین. واقعا خوبه. بس فرق بولا. کم بالتر بیم ده ترمه بالا ترمه خوب گیر میگیریم. بسیار گپی خوب، بسیار گپی نغز. دوستای عزیز اینه هم سردره کافرجو است. دوستای عزیز اینه هم تارونی که بچه ها جمع آوری کردن اینه شروع کردن به خوردن. تارون هم یک تارون ناب است. دوستای عزیز بازم دوباره میگم که جا تو خالی است. دوستای عزیز این اونجا هم وسایل نقلیه ماست که از اونجا به بالا آوردن نتونستیم. ما اونجا سنتر کردیم که برف بود و راه نبود دیگه. بعد موت اومدیم بالا. دوستای عزیز لذتی تارون چی رقم است؟ میتونه اینکه در برابر تارون هم یک چیزی شما داشته باشین و گفت بگین بالاخره هم. بسیار عالی، بسیار با مزه. جای یک دوستا خالی، دوستایی که مخصوصا در شهرها هستن واقعا از آب و هوای وطن دور هستن، در آرزویی هستن که یک وقت دیگه هم باید ما به وطن بریم و 4 روز سیل سیاحت بکنیم از داشته های وطن که در بهار سبزیجات است، از او لذت ببریم. متاسفانه که پیششان خیلی دق شده ایم و انتظار را داریم که یک روزی خواهد رسید که با او دوستا دایی درها و دایی جای دیدنی و جای زیبا بیاییم با هم و تارون بخریم. بسیار خوب، بسیار گپی نغز. انشالله همچنین روزای نزدیک است میرسم. کامرا پیش بیارم. دای باز خیلی میشود. تلفن از دیگر. خواه
برنامه چیز بخیر صبح انشالله حرکت میکنیم بیاری خدا. انشالله بخیر تارونی است که میکنیم بعد از فردا طرف شهر تخاری که سال هاست که دور هستیم از شهر زیبای تخار، از دوستا، از رفقا. خب این هم ای گردنگه هم برف و هم سرسبزی. ارباب چی رقم است؟ تارونا لذت داره نه؟ فوق العاده بسیار اساس، بسیار خوش لذت، خوشمزه. بسیار ما داریم لذت برده ایم، جای شما خالی. بازم دوباره میگم تکراری هم هست، لذت برده ایم ان شاء الله. بس نیست؟ دوستی عزیز بسیار زیاد تشکر از اینکه فیلم برداری کردی، خسته شدی. ولی بفرمایید در تارون بخیر. تارون هم باید اینا رو خورده بعد بیشتر بچینیم، کم نیمی که خوردیم دیگه. بود که این تارون ما نخورده بودیم، باز خوردیم. روز نکنیم. ما هر روز میخوریم. هر بار. استاد امردین لذتی تارون چی رقم است؟ تارون بسیار برابر است. واقعا یک جای اومدیم که تارونش سرما نبرده. متاسفانه دیروز در تپه‌های بسیار بلند بالا شدیم، تارون از سرما برده بود. بازی تارون نسبتاً به تارون‌های دیروز خیلی بالا. هر جات خالیه.